به درودی دل خود گرم کنیم و چه زیباست کنار یاران. بوستان سعدی باب 6 در قناعت. روایتگر میهمان سامیا. یکی نان خورش جز پیازی نداشت، چو دیگر کسان برگ و سازی نداشت. پراکنده ای گفتش ای خاکسار، برو طبخی از خوان یغما بیار. بخواه و مدار از کس ای خواجه باک، که مقطوع روزی بود شرمناک. قبا بست و چابک نوردید دست، قبایش دریدند و دستش شکست. شنیدم که می گفت و خون می گریست، که ای نفس خود کرده را چاره چیست. بلاجوی باشد گرفتار آز، من و خانه من بعد و نان و پیاز. جوینی که از سعی بازو خورم، به از میده بر خوان اهل کرم. چه دلتنگ خفت آن فرومایه دوش، که بر سفره دیگران داشت گوش.